بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود، وقت بخیر تماشابینای عزیز. امروز یک SMS نصیحتی اومد در پیامک واتساپ. هر قدر کوشش کردم که زنگش بزنم برداره تروبکشه، لیکن نبرآورد. ولی در اینجا SMS را میمونم بخونین. بسیار بگیم یک برادر بود یا خواهر بود، بسیار نصیحت های اسلامی میکرد. اسلام نصیحت میکرد، برای راست هدایت میکرد. SMS را میخونم بعد صحبت میکنیم. سلام علیک. نخود که مسلمان پیروی از آدمهای دینهای دیگر کنه. میگن مسلمانمو خطانه ویدیو کرده اینترنت میپرتوین. تنبال یگان عملاتان اسلام ده سوپدت نمیکنه. برای 4 رکعت نماز بخون. الله ای دوزخ نجاتت بده. ای خود تا ویدیو کردن و سومی بیدرد میان یافتنده. شما کاری دیگه نداری. ای راه حرام سوم میخرین. با کاری دیگه نیافتی خر رفیق میگی بی ناموسا. انتوش کرده در نظر داره. خفه نشه، یگان ویدیوات با مسلمانی توگری نمیگیره. بلاگری حرام ای. بوزکشی حرام ای. موزیک حرام ای. بی نماز کافر ای. برین کار کنین محنت کنین. برین کار کنین محنت کنین. الله میگه من رزقتان میتم. یک بار کتابای مسلمانی را بخونین، کتاب قرآن قطعی حدیث بخونین، آخی ای دست شما کثافت ها الله برکت نمیته دیگه بنده خوشده. با سبینه نظری، شبنم سریا، مدینه بسیو، فرزانه خورشه، زلیخای خدازده را میبینی، میگوی سراشانه حرکتی دونیم ببرم. استغفرالله، توبه کردم خدا. آخی ای بای ای مردم کجا رفتین؟ الله هدایت کنه. بعد زنگش زدم 4 نیست کده موند. مرا 4 نکرد طریق واتساپ. نویسوندم بردار تروبکتونه، ما قطعی بحث میکنم علمی. بعد یک SMS دیگه نویسوند دفع خط طاغوت پرست. با همین قطعی دفع شید رفت. قدر نویسوندم دیگه جواب نداد. خب برادرها چی گفتنیم؟ من نمیدونم برادرای عزیز که در ویدیوهایی که ما میکنم چی خطاگی ها باشه. خطاگی با فکرم خطاگی های دینی دیدن نمیشوه. خب دیگرش که کارتوشکا شنوندن یا که هیزم آوردن با دین چی ربط داره؟ همین کارتوشکا را شنوندن دین خطی یگون رابطه داره. عملاتان اسلام ده سوپدت نمیکنه. برادر عزیز مراجعت ما به توی. برادر هستی یا خواهر هستی، ما را نصیحت کردی. آخر چی عملی ما بر اسلام سوپدت نکرد؟ هیزم آوردیم وقتی نماز نبود. خب کارتوشکا شنوندیم وقتی نماز نبود. کارتوشکا شنونی در یگون جای شریعت ناومده است که کارتوشکا را چخیل بشون. برای شوندن کارتوشکا علم داره، سوای کشاورزی. 4 رکعت نماز بخون، الله ای دوزخ نجاتت بده.
ای خود تا ویدیو کردن و سومی بیدرد میان یافتن تونده. برادر نماز میخونیم الحمدلله، ما مسلمانیم، ما هم الحمدلله خدا را شکر هرچند که مکتب میانه را زعاچنی ختم کردگیم، مکتب میانه را دوستای عزیز من زعاچنی ختم کردگیم. تا صنف 6 خوندم، دومش نخوندم، ای صنف 7 8 9 10 4 سال نخوندم. صنف 11 را با نیمش خوندگیم، نصفی صنف 11 را خوندگیم. یگان معلومات عالی ندارم. زمانی که ما مکتب خون بودیم دورای جنگ شهروندی بود، بی سر سامانیا بود، بی صاحبیا بود، هیچ کس اصرار نمیکرد پرسم خوندن هیچ کس نبود. در همون زمان سال 2001 ما مکتب ختم کردیم. هر قدر تنج هم شده بود حکومت قریب، دولت تنج شده بود، لیکن بی سر سامانیا جنایتکاریا ادامه داشت. بعداً دیگریش که دوستی عزیز کدامی که هستی تو، اگر که مرد میشیدی با ما صحبت میکردی، دوام میدادی صحبت تا، همین نصیحت تا دوام میدادی، یا اقلا ویدیو ویزف هم نکردیم، اقلا اودیو ویزف قطی، همین زنگی واتساپی قطی صحبت میکردی، اون شم نکردی، 4 نیست پیسکا کردی، نامرات قطی زنگ زدم، نامرا ما 4 نیست پیسکا کردی، صحبت میکردیم، من قطیت بحث میکردم برادر. من ترا میگفتم تو مرا آزاد میگفتی که در کجا ما خطاگی کردیم، در کدام ویدیو ما زید شریعت سخن گفتیم، کدام ویدیوی ما با شریعت جوابگو نیست. میگوی که خر رفیق میگوی، بله ما خر رفیق میگم ایتده گاوان خرانی باربردار به زیادمانی مردم آزار. این همی تی که مردم را آزار میتی، تو زبان مسلمانی، تو مسلمانی زبانی، با زبان فقط با زبانت میگوی مسلمانم، عملای تو با مسلمانی یکم میده سوپدت نمیکنه. با تو مرا میگوی که کارای شما عملای شما سوپدت نمیکنن. ما بلاگر حرامخور نیستم، ما نو 6 7 ویدیو 10 ویدیویی که کردیم در همونجا با 100 نفر تماشابین که همین منطقه ما میبینن یک جا میبینیم خوشحالی میکنن، در ملکای غریبی ان وطن هم میبینن منظره ها را. این چی جای بدی داشته است؟ حالی با بلاگر شیدن و با پول خوردن ای بلاگری حالی ما دوریم. اگر دستگیری تو همین خیل باشه ما بلاگر هم نمیشیم. بعد سبینه نظری میگوی یا فرزانه کی میگن فرزانه خرشیده، همیو را من تماشا کردگی نیستم کی همیو فرزانه خرشید چه شنویدم. سبینه نظری شاین همی اس ام اس ایت دم دیدم که سبینه نظری بدست ایروی نموش ممکن زن باشه، شاید سبینه نظری. تو میدونیشون کو مسلمون؟ تو میشناسیشون کو؟ تو تماشاشون میکنی؟ نماز خوندن من نخوندن من 4 رکعت میخونم نمیخونم جوابگرش تو نیستی. من بخونم خوش به حال ما، نخونم تو گناهگار نیستی در اینجا. ای تنی من تو برای نخوندن نماز من تو جواب نمیگوی، جوابگرش من خودم. دوزخ رفتن نرفتن من و تو اما خداوند خودش میدونه، خودش اپریدیلیت میکنه که کی گناهگار دوزخ بره و کی بیگناه بهشت بره. خب دیگرش که برای کار کنین مخنت کنین میگوی. ما کار کردیم برادر، کارتوشکا میشونیم، لوبیا میشونیم، لبلبو، ترب گندم میکاریم، جو علف میدرویم، گاو داریم، مال داریم، خر داریم، مهنت میکنیم. ما بوده همین دستا همه پری آبیلای مهنت میکنیم. با کم کم تاکسی میزنیم در وقتایی که بیکار موندیم، مهنت میکنیم. خداوند رزقمون میده. درست یک بار کتابای مسلمانی را بخونین، کتاب قرآن قطعی حدیث بخونین، آخی ای دست شما کثافت ها الله برکت نمیته دیگه بنده هاش را.
برکت دادن ندادن خداوند به دیگر بنده هاش سببش دیگر بنده ها نمیشود. سببی که تو برکت نداری، تو بی برکت باشی، اگر من سببگار نیستم داری، خودتی سببگار. شاید عملهای تو خطا باشه، شاید در نمازات کاهلی داری، تنبلی، شاید که پیشین و عصر و شام و خفتن تا میخونی، بامداد تا نمیخونی، برکت نداری، شاید روزه نمیگیری، خطاگی خطایی. برای چی ما برکت دارم خواه؟ برای چی؟ برای چی بی برکت نیستم؟ کسی که گناه میکنه بعد در اینجا باید ما بی برکت شم. با سبینه نظری، شبنم سوریا، مدینه بسعو، فرزانه خورشه، زلیخای خدازده را میبینی، میگوی سراشان عرقتی دونیم ببرم. این عقیده ای تو، این عقیده ای تو که سراشان دونیم میبری، سینیم میبری، پاهاشون میبری، میکفونیشون. خیز برای دولت اسرائیل، برای مسلمون که دولت اسرائیل در مردم یهودا قدر زوری بخیز برای خیتای اکو مسلمون که بود پرستوشه در هم که جایی که دیت دولت کمبغل فقیر مسلمون نشینه، هموجا را شما میرین کی را مسلمون میکنین؟ در اوجا شیعه میخیزه سنی مذهب هم میکشه، سنی مذهبت میخیزی شیعه مذهب تا میکشی. هم قدر هینر دارین شما، کشتن یک دیگر. هر دی طرف الله اکبر میگو یک دیگر تا زده کشتای سوی. برای چی نمیدونم. عربستان مرکزی دین، امروز اسلام به مرس برد. کشتی کیهانیش مرس خودش در سیاره مرس، در پلنت مرس رفت پسد که کرد. دیت تاجیکی بزرگ مسلمونی ما آلیم پرابلم توپاکی توخی را حل کردگی نیست که توپاکی توخی بری سر باشه یا که پیش سر در که کرده ملی سواری باشه. اسلام علمه، اسلام تکنولوژی، اسلام پیشروی، اسلام ترقیات، اسلام راستی، اسلام مهر، محبت، اسلام صداقت، اسلام پاک. به خط کریلیت نویسونده نمیتونی، با یک ستم و با یک ضرب و با یک عذاب همی SMS نویسوندگی ترم میخونم. خیز مردک باشی، گیر کتابو بیا. چی کتاب داری؟ کجا را خونده؟ کدام مکتبی عالی اسلامی را ختم کرده؟ بخیز بیا، کتاب بگیر بیا میمونت میگیرم، یک گوسپندت میکشم، همش دیگ دم میپرتم شوربا گوشت بریون، همه گوشتا برای خطه دسترخونه نکریوتت میکنم، همه بابای گازداری فسان یارو پیش دراز میکنم، تکسری سفید تای کشیدت یک پلو که دراز بکش، شما دا اجازت های دراز بکش، بزا گوشت بریونش کم به سیر که آوی گازدار را بزا، پپسی و فانتا و شنبری منبری را بزا، حل میکنی. شما بسیار دوست میدارین تای تشکیلی ها را، بعد بحث مناظره میکنی. اولی بحث مناظره را ای زبان سر میکنیم، بعد میبینیم تا کجا را میره. مکتب ما هم زواشنی، مکتب میانه را زواشنی هم ختم کرده باشیم، انشالله امید هست، باوری هست که ای تو در زور میشیم، غالب میبرم با بلوی تو. به همین زواشنی خوندگیم 4 تا الفبیت میدونم. الفبیت عربی قطعی می نویسم میخونم، الفبیت فارسی قطعی می نویسم میخونم، الفبیت لاتینی قطعی می نویسم میخونم، با همین الفبیت کریلی هم می نویسم میخونم. قرآن هم تلاوت میکنیم. دوستای عزیز،
نمیخواستم همین ویدیو را کنم. باور کنید یک حسیاتی همین ناگوار فرا گرفت مرا. اسلام به یک ریش به یک سله خاتمه نمی آورد. اسلام امروز مرس دای. تو چه کار داری به خدا که خدا در عرشه یا که خدا در همه جای؟ چه کار داری؟ اول اما توپکی تاقی تاچکش بیا که کشادمونش کاری تو چی ای؟ خداوند تا عبادت که 5 وقت نماز تا بخون، فرضایی که هستند در گردنت اجرا شو که های پای کارت شه. اگر یک تکنیکه ایت اختراع کنی که اقلا خونگی را که اختراع کنی که یک کس ناخوناش بگیره، ای بحثی بیمانی ایده که خداوند در کجا قرار داره ایده برای تو بهتر و خوبتر ای. اگر آدم خداشناس باشه دت درخت بخشش دت درختی برببر شنوندگی را یک توت یک سیوی که برببر شوندگن هموار را ببین که قدمش چه خیل میوه میگیره برای شناختن خدا بس ای. همون تر قایلت میکنه. اگر مفکوره داشته باشی، اگر شعور داشته باشی، همون دو تا درخت تر قایل میکنه به وجود خداوند. کاری دیگه نداریم. خب برادرای عزیز، اگر سخت رفته باشیم، اگر سخت گفته باشیم بخشش معذرت میپرسم هر یک شما. ساده لوح نباشین. اول ببین جای خود میگه، بعدا بمون پای خود. دو تا کلمه را ایدنی یک تا نیم تا مولوی شنویده خیلی تعالیم حس نکه. در پناه الله یکتا باشین برادرها. ویدیو درست‌تر شید. خداوند نگهبانتون باشه.